جواد جان اینجا کجاست؟ اینجا دورایی شادمهره بین تربت هیدریه و گناباد که سمت راستش میره طرف کاشمر. اینجا بیشتر میوه‌های روساسی، خربوزه و انار، رب انار. خیلی زیاد رب انار هست. کیلوی 150 تومان. چی ربش انارش؟ ربش کیلوی 150. انارای اینجا؟ انارش زیاد مال کاشمر در میاد. خربوزه؟ قلجق گفت. قلجق کجاست دیگه؟ نمیدونی، گفت تو نمیدونی. این درش بسته است آره؟ آنالیز فضای ذخیره شده. این پایین آره؟ اینجا الان خلوت میشه بعد.
باز میره باز میگه به این میگه باز تو ببر بالا باز اون میبره بالا باز میدازه پایین دیدی؟ برید الان اون بخوام بیام چطوری رفتم از کنار بگم خیلی بلند کلاله میوازی باشه برو دیگه جلو برو دیگه مرسی بده من میتونه جوب آب یا آب داره حرکت میکنه میریم؟ شما قله رو فتح کردید اینجا خروجی شده دیگه از دهنش خارج میشه آب دیگه از زمین میاد بیرون حالا شما رفتید شما رفتید قله رو فتح کردید آره این تا آخرش نرفتید وقتی که حسش کنید به طور میزن کم باشه آقا باید نشینی بری اینجا عمده زیاده فقط موبایلتون نیفتید دست در نکنه خدا خیلی بده چیز انرژی داره چی میگه؟ ولی خیلی جذابه راحت بیا راحت خیلی باحاله کتابی وایسین بغلی وایسین دارن برمیگردن کتابی بیاد ریشه خور سیم نیست نه سیم نیست ریشه هست ریشه درخت ریشه خور باشه درخت بچه ها هر کی گوشی داره اصلا یه محتوا میخوان بسازیم بچه های گروه ما کسی گوشی ده شما با ما این؟ اینجا نمیشه عزیزم شما با ما این خب خط کن از اینجا که من میگم محتوا